گاه دیگه ای شد و برای سومین داستان و سومین سفرمون با همدیگه به کشور شاهنامه پیش شما اومدیم. من علی نیکویی هستم. در 2 برنامه پیش از 2 پادشاه اسطوره‌ای شاهنامه، یعنی 3 پادشاه اسطوره‌ای شاهنامه صحبت کردیم. داستان این برنامه ما جمشید پادشاه اسطوره‌ای شاهنامه است. در داستان‌های قبل صحبت از پادشاهانی بود که در مورد آفرینش مثلا آتش، لباس و صحبت کردن و کار کردن و اساس بودن و شدن رو در قصه های باستانی ایران پایگذاری کردن. در داستان ایرانی بر فرض مثال آتش چگونه کشف شد، لباس چگونه کشف شد. اما در این داستان که به جمشید میخوایم بپردازیم، پیرامون این میخواد صحبت بکنه که اساس حاکمیت و حکومت چگونه تشکیل میشه. پس با هم داستان جمشید رو گوش میکنیم. جمشید. گرانمایه جمشید فرزند او، کمر بست یک دل پر از پند او. با مرگ طهمورث دیوبند، پادشاهی به فرزندش جمشید رسید. جمشید شاه انسانها و دیوان و حیوانات شد. در ابتدای کار جمشید به عدل و داد سلطنت کرد و فر ایزدی بر او هویدا گردید. فرمود دست بدان و بداندیشان را از جهان کوتاه خواهد نمود. سپس آهن را نرم نمود و از آهن زره و جوشن ساخت. از کتان و ابریشم پارچه ساخت و بر مردمان داد تا بپوشند. آدمیان را دوختن و بافتن آموخت و چون این مهم به غایت شد، مردمان را به 4 گروه تقسیم کرد. گروهی را کاتوزیان خواند و آنان را گمارد تا تنها عبادت کننده خداوندگار باشند و دستی دیگر از مردمان را نیساریان نام داد و ایشان را سپاهی مرد نامید که چون شیر خشمگین از تاج و تخت پاسداری نمایند و گروهی دیگر را فرمان داد تا کشاورزی نمایند و بکارند و درو کنند و مردمان دیگری را دستور داد تا صنعتگر باشند و صنعت نمایند و پس برای هر گروهی کاستی و طبقه‌ای اندیشید سزاوار تا کارهای ملک به نیکویی فرجام گیرد. سپس دیوان را فرمان داد تا آب را با خاک درآمیزند و حاصلش گل شد. دیوان با گل نخست بار اشکال هندسی ساختند و کاخها و حمامها و دیوارها پدید آوردند. برای جمشید گنجها از زر و زمرد پدیدار گشت. جمشید اول کسی بود که بوهای خوش را به مردمان شناسانید. بوهایی چون کافور و گلاب و مشک و عود و عنبر. سپس پزشکی را رونق داد تا درد و رنج از مردمان برود. جمشید رازهای گوناگون آشکار نمود و چون اینها بکرد بر کشتی بنشست و جهان را دید و سپس به ملک خویش آمد و چون بر مردمان کاری نبود که نکرده باشد، پس برای خود تختی ساخت که از هر گوهری برو بود. آن تخت را دیوها بر می داشتند و از رود هامون به آسمان گردون می بردند و جمشید چون خورشید در میان زمین و آسمان بر آن تکیه می‌زد. چون کار ساخت این تخت به پایان رسید و جمشید اول بار بر آن نشست و دیوان آن را بر فراز زمین بردند و نور خورشید بر گوهرهای آن تافت و نور از آن برتافت، جهانیان و مردمان از کار آن حیران شدند و این روز را روز نو خواندند و آن روز 1 روز از ماه فروردین بود. بزرگان آن روز را به جشن نشستند و جشن نوروز از آن دوران به یادگار ماند. 300 سال به این منوال گذشت
و جمشید شاه بود و دیوان در خدمت مردمان و کشور در امن و امان و صلح و آرامش و خلایق در رضایت که جز خوبی چیزی دیگر ندیده بودند. جمشید که چنین دید آرام آرام به خود غره شد و از فرمان یزدان سرپیچید و چنان در این گستاخی پیش رفت که روزی سران لشکر را بخواند و به ایشان گفت: در جهان آن که هنر را پدید آورد من بودم و جهان را من بدین زیبایی نظم دادم. از سایه سار من شما آسوده میخورید و میآرامید و آسایشتان را از من دارید. پس سزاست که شما جز من مالکی بزرگتر بشناسید؟ موبدان و پارسایان از ترس جمشید شاه هیچ پاسخی ندادند و سرهای خود را به زیر انداختند. جمشید این سخنها را براند و در دل یاد خدا را کشت. پس فر ایزدی از او دور شد. وحد خدا بر آن شد که هر کس که به یاد خدا نباشد در دلش ترس خانه کند. در همین روزگار در دشت‌های عربستان مردی زندگی می‌کرد به نام مرداس. نیک مردی بود و به داد و دهش و بخشش شهره. بسیار اسب‌ها داشت و به دامداری مشغول. مرداس را پسری بود ضحاک نام که برخلاف پدر در دل کینه‌جو بود و به دنبال نام و شهرت. ناپاک فرزند بود اما دلیر. روزی اهریمن به چهره مرد خیرخواهی بر او ظاهر شد و دل ضحاک جوان را به دست گرفت و به او گفت که ابتدا باید با من پیمان ببندی که چیزی که تو را گویم آن کنی و من به تو رمزها و رازها گویم. ضحاک جوان هم با او به سوگند سختی پیمان بست. سپس ابلیس بدسرشت ضحاک را گفت تا چون تو پهلوانی در جهان هست چرا باید کسی دیگر شاهی کند؟ پس باید پدر سال خورده‌ات را بکشی تا کت خدایی به تو رسد، آنگاه من تو را شاه جهان خواهم نمود. بر این گفته من چه داری وفا، جهان را تو باشی همی کت خدا. ممنون که در این داستان با من همراه بودید. تا داستانی دیگر از شاهنامه فردوسی، خدایا رو نگهدارید.